فرزندان را ارکه تربیت نکنید. ارکه تربیت نکنید. بیهوده نگفتن ارکه بلای جان. وقتی کلانسال شد دیگر پدر و مادر را گوش نمیکنند. بعد زنش 4-5 فرزند دارد. دیگه در سین کلانسالی و غمخواری پدر و مادر خودشان از غمخواری دست کشید. در بسیار حالت کم باشد، خوب باشد، سالم باشد، من تربیه کردم که آینده پرچمبردار و نامبرداری پدر و مادر و والدین گردد. الله های مادرم در یاد من تا ابد، ناله های مادرم فریاد من تا ابد، گریه های مادرم قلبی مرا رشک کرد، خنده های مادرم ایجاد من تا ابد.